غفارزاده صاحب گرامی سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. به نام ذات یکتا بی همتا درود سلام احترام نیازی به شما، به همه کارمندا، همچنان به افرادی که فعلا ما را بیننده هستند. سلامت باشین غفارزاده صاحب گرامی. بیام بحث را از آغاز میکنیم. خب چی نیازی بود در جامعه که یک موضوع انتخاب شود، تمدن اسلامی و برتری تمدن اسلامی بر سایر تمدن ها؟ نیاز جامعه چی بود؟ واقعا ما وقتی که نیازی ازی میبینیم که فعلا اگر در شهر با یک چیز روبرو میشیم، مثلا با موتر روبرو میشیم یا تایره را میبینیم در هوا، مغز ما یا فکر ما مطلق میره به تمدن‌های مادی میرود که غرب و استوار است. وقتی که به فکر ما به تمدن‌های مادی رفت، ما میبینیم که پیشرفت، اگر پیشرفت اساسی و اصلی است، همین است که غربی‌ها به دست آمدن. اما به خاطر از اینکه ما باید بشناسیم که تمدن یعنی چی و چگونه میتونیم که تمدن اسلامی را بشناسیم، از اون مطالعه داشته باشیم، لازم است به ما که باید نخست تمدن، خود مفهوم تمدن را بشناسیم و بعد از اون مراجعه کنیم به اصلیت تمدن که مادی است، طبیعی است یا این که معنوی نیز وجود دارد. بله، بسیار عالی. جناب استاد گرامی، اگر شما بر ما واضح بسازین که مفهوم تمدن در نزد دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان چیست؟ واقعیت وقتی که کتابا را مطالعه میکنیم، ایشان اکثریتش به این تمرکز پیدا میکنن که تمدن از باب تفاعل از عربی گرفته شده است که در فارسیش به نام شهرنشینی، در شهر زندگی گزیدن. باز غربی ها میگن که تمدن عبارت از دستاوردهای مادی برای بقای نسل انسانی. آن چیزی که مادی به دست میاری برای بقای نسل انسانی سعی و کوشش میکنی، عبارت از تمدن است که فعلا هم به همین نظری هستند. و دانشمندای اسلامی میگن که مثلا ابن خلدون در مقدمه ابن خلدون خود میگه که تمدن اسلامی یا تمدن مطلق عبارت از اجتماعی شدن انسان هاست. مالک ابن نبی میفرماید که تمدن عبارت از پیشرفت، ترقی مادی و معنوی است که انسان را به فلاح و سعادت دارین میرساند. وقتی که ما می‌نگریم که واقعا تمدن تنها نمیتونیم که بگیم که مادی است. تمدن عبارت از دستاوردهای مادی معنوی است که برای انسانیت سهل‌انگاری یا چیزهای ماشین‌ها را ایجاد میکند که زندگی اجتماعی به طرف آسانی برود و در آخرت باعث سعادتمندی آخرت اخروی و دنیوی شود. همین است که تمدن اسلامی هم به همین منوال استوار است. بله، چقدر تعریف‌های زیبایی بود. خب جناب استاد گرامی، حالا سوال به میان می کدام عوامل باعث ایجاد یک تمدن میشه؟ واقعیت وقتی که ما سخن از تمدن میگیم، یک سری عوامل می داشته باشد که تمدن به وجود میاد. تقریبا افرادی که دانشمند هستند در تمدن تعمق دارن و مطالعه دارن و کتاب نوشته کردن. مصطفی صفایی در کتاب خود میگه که الحضاره الاسلامیه یکی از بسیار دست بالای دارد در تمدن اسلامی و همچنان در کتب دیگری در حضاره الاسلامی که کتاب خودش است میگه که تقریبا چند علتی است که تمدن به وجود میاد. نخست علتی که از دین است. دین باعث از من حیث از که ما مثلا تعریفی که از دین می داشته باشیم، دین عبارت از نظام سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی است که در قالب وحی از طرف الله متعال با واسطه پیامبران به خاطر هدایت مردم در دو قلمرو فردی و اجتماعی آمده است تا اینکه در قالب وحی اشاره استوار بسازد. همین است که دین یکی از عوامل عمده تمدن از. دو می‌گوید که فرهنگ، چون فرهنگ مظاهر تمدن هست، یکی از عواملی است که تمدن به وجود آورده است و سوم عواملی که تمدن به وجود آورده است و عامل میشه که تمدن به وجود بیاید. فرهنگ گفتیم است که دین هست، ماده یا هم طبیعت است. وقتی طبیعت وجود داشته باشه، اقتصاد کشورها پایه‌برجا باشه، ایشان به طرف از این که متمدن بشن، به خاطر از اینکه یک تمدن والای رفاهی داشته باشن که تا بتوانن به خاطر ملت خود بعضی چیزایی را به وجود بیارن که باعث افتخار، ابتکارات، اکتشافات بشه تا زندگی ایشان به خوبی سپری بشه و پیش بره و به رفاه برسه. تمدن به وجود میارد. همین است که تمدن یکی از عواملش دین است، دومش هم فرهنگ گفتیم است، سومش هم طبیعت است که باعث از این میشه که یک تمدن به وجود بیاد و برای رفاه رساندن ملت خود سعی کنه، کوشش کنه و کوشا باشه تا اینکه ملت خود را به بلندی برسانه. بله، بسیار عالی. جناب استاد، شما به عوامل ایجاد یک تمدن اشارات داشتین. حالا اگر بیان در مورد این صحبت‌های داشته باشین
که تمدن چند نوع است؟ آیا انواع داره یا خیر؟ واقعا تمدن انواع بسیاری دارد، چون که تمدن اسلامی از استاد حنیف و من مطالعه کردم تقریبا تمدن به 3 انواع می‌گذارد. بله. یکی تمدنی است که به لذت جسمانی می‌پردازد، یعنی لذت جسمانی را مهیا می‌کند، موتر، اختراعات، اکتشافات، معادن، اکتشاف معادن، کشیدن معادن، پول به دست آوردن که تا این بتواند که زندگی فردی یا لذت جسمانی است او را مهیا بسازد. دومی است که به خاطر کمک از و به خاطر سعی از به خاطر ایجاد یک وحدت جامعه است. بله. جامعه را به وحدت میرسونه که ما میتونیم که از امن یادآوری کنیم، از عدالت یادآوری کنیم، از همکاری و تعاون است که یک جامعه را میخواهد که به رفاه برساند. سومین نوع تمدن که تمدن اسلامی هم به همین جهت تاکید داره، تمدنی هست که انسان را به سعادت و فلاح و صلاح دارین میرساند. تمدنی است که هم در این دنیا به تو کمک میکند که یک زندگی با رفاه، یک زندگی کاملا متفاوت با دیگر اشخاص، یک زندگی کامیاب داشته باشی تا بتونه که در این جنه زندگی خود را به خوبی و خوشی سپری کنی و در اون دنیا که ما میریم الحمدلله مسلمان هستیم یک زندگی والای بهشتی که هست اگر الله متعال بخواد به او سوق بخوریم و او را حاصل کنیم که رضای الله متعال است و در آخرت زندگی ما هم همان رضای الله متعال و رسیدن به والای کامیابی دنیا و آخرت به همین 3 تقسیمات انجام میده. بسیار خوب جناب استاد، شما اشاره داشتن به انواع تمدن. حالا اگر بیام یک مقایسه کنیم، برتری تمدن اسلامی بر سایر تمدن ها چیست؟ بسیار نکته خوبی را اشاره کردین نیازی عزیز. با وقتی که از تمدن حرف میزنیم تمدن ها مختلف هستند. بله. تمدن هندی، تمدن فارسی، تمدن رومی، تمدن فعلا مثلا چینی و تمدن مادی فعلا که بسیار به رشد است و همه غربی ها هم به او تاکید دارند. و برتری تمدن اسلامی در چی است که از این تمدن ها برتری دارد؟ یکی از برتری تمدن اسلامی است که تمدن اسلامی جهان شمول است. تمدن اسلامی منحصر به فرد، منحصر به یک جامعه، منحصر به یک تاریخ، منحصر به یک جغرافیا نیست. تمدنی هست که به نژاد، به عنصریت به این قائل نیست. چون که الله متعال میفرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما میگه که با تقوا هستن، لیکن من شما را از یک پدر و مادر آفریدم، با شعوب و قبایل به خاطر از شما را ایجاد کردم که یک دیگه خود را بشناسید. مثلا این استاد نیازی از این استاد غفارزاده، از این عرب، از این عجم، از این احمد زین، از محمد زین، از این پشایی، از این ازبکی، از این ترکمن است، به خاطر از اینکه یک دیگر خود را بشناسید. یکی از والای تمدن است که تمدن همه شمول است. دوم تمدن وحدانی است. دیگه تمدن ها را اگر ببینی نیازی عزیز، مثلا فعلا در نزدیک هند ببینی 16 میلیون خدایا را عبادت میکنن که در اضطراب روحی و روانی همچنین روبرو هستند. ما الحمدلله یک تمدن والای داریم که یک الله متعال خود را عبادت میکنیم. فعلا اگر از یک کراچیوان بری بپرسی در شهر که زندگی چگونه، شاید درآمد روزانهش 200 روپیه باشه، میگه الحمدلله زندگیم به همین 200 روپیه میچرخه، خوب است الحمدلله. ولی در غرب اگه ببین یکی از استادای ما که از امریکا فارغ است میگه که در هر 10 ثانیه در امریکا یک نفر خودکشی میکنه. این به خاطر از این نیست که ایشان مشکل مادی دارن، نه موتر میگه میاره در لب ساحل استاد میکنه، خود در بحر میندازه. چرا؟ میگه چرا فلان نفر 2-3 فابریکه داره، من یک فابریکه هم ندارم. چرا فلان نفر 2-3 بیلدینگ داره، من ندارم. یعنی تسکینت القلب و وحدانیت در ایشان وجود نداره که یک نه الله متعال را عبادت کنن و تسکینت القلب داشته باشن. همین است که برتری سومی که میرسیم برتری اخلاقی اجتماعی است. الحمدلله چون که نبی کریم صلی الله علیه و آله میفرماید که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، به خاطر از این مبعوث گردانیده شدم که مکارم اخلاق را به تمام جهانیت برسانم. همین است که تمدن اسلامی را ما برتریشان در این 3 گزینه میتونیم پیدا کنیم. سلامت باشین جناب استاد گرامی. بخاطر از اینکه وقت برنامه بسیار کم مانده، به اون نکات اساسی که امروز شما مانده اگر کوتاه اشاره کنید. واقعیت ما برمیگردیم که چرا زوال تمدن اسلامی به همه والای خود به زوال روبرو شد. این است که چند هجومات داخلی و خارجی داشته. یکی از هجومات خارجی این بوده که هجوم نظامی، دوم هجوم اقتصادی بالای کشورهای اسلامی، سوم هم هجوم فرهنگی. دوی اول اونقدر مهم نیستن. هجوم نظامی الحمدلله تمدن اسلامی یا جوانای مسلمان پاسخ ایشان دادن، در هر گونه عرصه یا را شکست دادن. ولی سوم بسیار مهم است که هجوم فرهنگی است. هجوم فرهنگی اعتقادات را از بین میبره، راسخ ایمان داشتن به الله متعال را زیر سوال میبره و کوشش میکنه که انسان را به طرف غربگرایی بکشاند. همین است که باید به یا متوجه باشیم و در عرصه
احیای تمدن اسلامی که فعلا به زوال روبرو است، بله. چگونه بتونیم که دوباره احیا کنیم؟ ما میتونیم که وقتی که به آموزش های اصیل اسلامی دوباره توجه داشته باشیم، همان چیزی که الله متعال میفرماید اوامر و نواهی، اوامر نواهی نبی کریم صلی الله علیه و سلم و دانشمندانی که ایجاد کردن بعضی قواعد کلی فقهی را میتونیم که به همو زندگی خود را استوار بکنیم با اوامر الله متعال، با اوامر نواهی نبی کریم صلی الله علیه و سلم. میتونیم فردا یک جامعه با رفاه، یک تمدن با رفاه، تمدن داشته باشیم که در مقابل شرق و غرب استاد بشیم و هیچ احد الناس را اجازه ندیم که در کشورهای اسلامی بغاوت کنند یا هم تهاجمی داشته باشند. دقیقاً. سلامت باشین جناب استاد گرامی، موفق باشین. بس فوق العاده عالی بود.